و اکنون از امو بلندی تمدن و از امو بزرگی دولت میم به وضعیت امروزه نکو فوجیه این ملت در چیست؟ ملت با چنین تمدن، ملت با چنین سابقه دولت های بزرگ امروز در یک کوهستان خرد و تنگ خود آورده جا شده است. این است فوجیه ملت. و از این رو اگر ما حدود جمهوری تاجیکستان امروزه رو با حدود او دولت های بزرگ قیاس کنیم، ما حتی حیران میشیم. مثلا اگر همین ورق دولت ساسانیان باشد، جمهوری امروزه تاجیکستان کمتر از 1% خاک ساسانیان است. این قدر من همین ورق اگر 12 سانتی متر باشد، 10% 1 سانتی متر میشد، 1% همین 2 میلیمتر میشه. نه، پس این دولت ساسانیان، این جمهوری تاجیکستان از نظر حدود. و اگر دولت سامانیان رو گیریم، در نسبت دولت سامانیان ما 3% حدود دولت سامانیان، یا کلانتر شد، 5 شد. خب وقتی که ما امروز محفل سیاست شناسی داریم و نمیخواه سیلی جوانانی داریم که میخواهد سیاست شناس شود، میخواهد علم دولتداری را آموزد، میخواهد در صحنه سیاست داخلی و خارجی فعال باشد، آینده این ملت بسیار درخشان است. زیرا ما هرگز دسترسی به علم سیاست شناسی نداشتیم. علم سیاست شناسی در تاجیکستان ثمره استقلال است. شما بینید که اکثر معلمانی که امروز سیاست شناسی درس میدن به شما، اکثر کلشون دیپلم سیاست شناسی ندارن. معلمان تاریخ، معلمان فلسفه، معلمان کمونیسم علمی، معلمان فنهای گوناگون نامزدی دکتری سیاست شناسی کردن و امروز سیاست شناسی درس میدن. چرا؟ ولی این به معنای نقد اونا نیست، به معنای این است که همین رشته نبود، همین رشته اجازت نبود که مردم تاجیک را آموزند، چون که این علم دولتداری است. علم دولت ها و ملت های صاحب استقلال است. این یک سلاح بزرگ است، این یک ظرفیت و توانایی بزرگ است. کم کم یگان کس اگر میسر میشد رفته در مسکو، سنت پترزبورگ، کیف که فاکولته های سیاست شناسی همونجا بود میخواندن، ولی در دانشگاه های تاجیکستان تا دوره استقلال این فن اجازت نبود، چون که این فن خاص دولتداران است. بنابراین همین را، این محفل را و تشکیل محفل را و چنین حضور گرم جوانان رو میخواستم تبریک کنیم و استقبال کنیم. دولت ملی در سرنوشت تاریخی خلق تاجیک چی نقش دارد و چی نقش حیاتی دارد؟ نقش حیاتی به این معناست که بودن و نبودنش یک مسئله حیاتی است. پس تزیسی اساسی که همین روز من در میان میگذارم و روی آن صحبت میکنم این است که دولت ملی شرطی اساسی بقای تاجیکان همچون ملت است و جمهوری تاجیکستان امروز همچون عامل حیاتی برای ادامه موجودیت تاجیکان یک ارزش حیاتی است و اگر ما امیر رو حفظ نکنیم همچون ملت بقای هم فیزیکی، هم بیولوژی، هم فرهنگی ما زیر خطر است. از این رو حمایه جمهوری تاجیکستان دیگر مسئله فرهنگی یا سیاسی فقط نیست، بلکه یک مسئله حیاتی و سرنوشتی است. همین تزیس اساسی ما همین کافی است. اکنون میم روی خود موضوع اول از این سر میکنیم که خود چون دولت ملی است، خود ملی به چی معناست؟ زیرا طوری که مارکس هم گفته بود علم از مفهوم سر میشد. اگر مفهوم رو درست ندانیم، خود مفهوم رو نگیریم،
او دوام خیلی که ساختمان از یک خشت سر میشه، اگر خشت ها سالمن این قصر سالم است. بنابراین مفهوم ها اگر درست درک شوند او بنای دانش شما درست ساخته میشد. از این رو از مفهوم ملی سر میکنیم. مفهوم ملی خب معنای لغوی اون در همه لغت ها هست، با اون نمیپردازیم. معنای استفاده شونده اون در زبان تاجیکی امروز 3 تا است. یعنی وقتی ما میگیم ملی در زبان تاجیکی، چه زبان عمومی، چه زبان سیاسی، چه زبان علمی، مفهوم ملی به 3 معنا فهمیده می شود. یکم به معنای اتنیکی و ارزشی، این معنای اصلیش، معنای از همه رایجش. اتنیکی یعنی اتنوس به معنای قوم، اتنیکی به معنای نژادی و قومی. مثلا میگیم نژاد آریایی یا قوم تاجیک یا قوم ازبک یا ملت تاجیک به معنای اتنیکی. دوم به معنای ارزشی، ارزشی به معنای اینکه یعنی هر یک ملت یا قوم مجموع صفات و ارزش‌های دارد که هویت آن را تشکیل می‌دهد. برای همین اون چیزی که مربوط به همه هویت است میگه ملی. بنابراین معنای اتنیکی و ارزشی کلمه ملی یعنی که به یک ملت متعلق بودن را میفهماند. ما اگر بگیم که زبان ملی یعنی که زبانی که یک ملت معین با او صحبت میکند، زبان ملی. یا میگیم که هنر ملی، یعنی میگیم همین شب کنسرتی موسیقی ملی یا لباس ملی. این نوروز نزدیک است، در معلمه سرکردیان همه لباس ملی میپوشند، یعنی لباسی که خاصی همین ملت است. یا عرف و عادت های ملی، حتی چیزی که برای دانشجو بیشتر آشنا است در این بیرون و گاه جا نوشتن آشخانه ملی هست. در اوجا چی است؟ آش است، قروتاب است، سمبوسه است، نمیدونم خوراکای ملی خاصی همین ملت هست. پس معنای اولی ملی به معنای اتنیکی و ارزشی. این فهموسین از همه. چرا این رو میگیم؟ چون که بیشتر ما از همین معنا بیرونتر نرفته شدیم. این معنای عنعنوی کلمه ملی و دولت های ملی هم در اول به همین معنا آفریده شدند. همون طوری که در اروپا نیشن استیت گفتن، یعنی دولت ملت، نیشن استیت. همین اساس این بود که یعنی ملتی که در بنیاد یک دولتی که بر بنیاد یک ملت ساخته شده است. مثلا فرانسه، بریتانیا، اینا وقتی که از تابعیت کلیسای مرکزی بیرون شدن، مستقل شدن، اینا نیشن استیت شدن، یعنی دولتی قایم به یک ملت، متعلق به یک ملت. و دولت‌های آسیای مرکزی هم در سال 24 از روی این اصول دولت ملی ساخته شدند. چون که در تمام سندهایی که برای تأسیس تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، قرقاقستان، همین 6 جمهوری که در آسیای مرکزی تأسیس شد، 5 تاش دیگه جمهوری شد، یکیش ولی هم اتونومی است. و همین 6 جمهوری در اساسی دولتی ملی تأسیس شدند، همچون دولت‌های متعلق به ملت. پس این معنای اولی ملی و دولت ملی هم که وقتی میگیم معنای اول و عنعنویش همین است که دولتی که بر پایه یک ملتی تشکل دهنده دولت، گسودارست و ابرزوش ناتسیا میگن. معنای دومی کلمه ملت یا ملی معنای نسبتا نو، معنای سیاسی حقوقی. معنای سیاسی حقوقی یعنی چی؟ یعنی دیگر ملی فقط به معنای متعلق به یک ملت فهمیده نمیشد، بلکه ملی امروز بخصوص در علم سیاسی، در علم حقوق، معنای دولتی، عمومی ملی، مرکزی، بسیار مهم، دارای اهمیت عمومی خلقی رو میگه ملی. مثلا میگیم بانک ملی. دیگه در مفهوم بانک ملی، ملی معنای اتنیکی ندارد که بانکی فقط تاجیکان یا بانکی فقط روسا.
در همین بانک ملی خدمت بانک ملی به تاجیکان میرسد، به دیگر ملت های هم به معنای بانک مرکزی، بانک اساسی دولتی. یا اگر میگیم که دانشگاه ملی، یعنی که دانشگاه اساسی همی کشور، دانشگاه مرکزی کشور، دانشگاهی که زیر نظارت و دستگیری به واسطه دولت است، این دانشگاه ملی. یا کتابخانه ملی، مثلا ما داریم کتابخانه بچگانه به نام استاد میرشکر، کتابخانه به نام استاد لاهوتی، کتابخانه گوناگون، ولی داریم کتابخانه ملی، یعنی کتابخانه اساسی مرکزی مهم. و خود کلمه ملت هم انمیخه تحول داره در علم سیاسی معاصر. اگر ملت پیشتر طبق تعریف عنعنوی بیشتر خصوصیت‌های اتنیکی، فرهنگی، تاریخی، پسیکولوژی یک جامعه رو که حدود معین و اقتصادی معین و پسیکولوژی معین و زبان معین یک جای دارن میگفته ملت. حاضر مثلا در علم سیاست شناسی همین فهمیش سیاسی حقوقی ملت هم رایج است. مثلا میگیم که همه شهروندانی که در امو کشور زیر یک نظام حقوقی و زیر یک نظام حدودی زندگی میکنن همیش ملت همین کشور. مثلا ملت امریکا، امریکن نیشن، این دیگر ماهیت اتنیکی ندارد. همه شهروندای امریکا، سیاه و سفید و مکزیکویی و افریقایی و امریکایی، همش اصلا ملت امریکا. بینید اینجا حالتی که ملت یا ملی از حالت معنای اتنیکیش برآمده است به معنای سیاسی حقوقی استفاده شده است. این فهم است؟ یعنی معنای دوم. معنای سوم ملی به معنای محلی در مقابل بین المللی. مثلا ما میگیم که قانونهای بین المللی و قانونهای ملی. در اینجا به معنایی که قانونهای خودی همی دولت. اینجا ملی نه اتنیکی هست نه او معنای سیاسی حقوقی دارد. معنای در قیاس با بین المللی ما میگیم ملی. اگر بگیم که مثلا یک کاری که پارلمانی ما میکند میگیم که معیارهای قانونگذاری ملی را به معیارهای بین المللی موافق میکنیم. همینجا کلمه ملی به معنای تاجیکی اتنیکی نیست، به معنای خاصی همی دولت. بنابراین میگیم قانونگذاری بین المللی اجازه میده، قانونگذاری ملی اجازه نمیده، یا قانونگذاری ملی رو موافق میکنیم با قانونگذاری بین المللی. اینو موارد هستند که کلمه ملی به این معنای سوم استفاده میشه. پس اگر این رو خلاصه کنیم، منظور ما این بود که وقتی که ما دولت داری ملی میگوییم، کلمه ملی در اینجا به چی معنا هست؟ زیرا کلمه ملی میتواند معنای صرف اتنیکی داشته باشد، اتنیکی قومی ارزشی، معنای سیاسی حقوقی داشته باشد و معنای محلی در مقابل بین محلی که معنای لوکالی در مقابل بین خلقی. خب اکنون در مورد جمهوری تاجیکستان من نظرم این است که همین مفهوم یکم و دوم هم به معنای اتنیکی ارزشی هم به معنای سیاسی حقوقی همین مفهوم ملی به هم بسیار نزدیک است. زیرا جمهوری تاجیکستان هم از نظر ماهیت اتنیکی قومی ارزشی دولت ملی است، هم از نظر باز همین ملت تأسیس دهنده و ساکنان اساسی کشور بودن. بنابراین بین این دو مفهوم در ما تضاد نیست، گرچه اختلافی بین کارشناسان هست ولی اختلاف واقعی ملی در درون جامعه نیست. ملت تاجیک یک ملت بزرگ در جهان است. وقتی که ما بزرگ میگوییم این باید مفهومی حس شونده و اثبات شونده باشه، این باید تبلیغات نباشه. بنابراین بزرگی ملت ما در همین جهان با دو صفت آن اعتراف شده است. مثلا هر ملت در جهان بعضی صفت‌های دارد که اگر نامش گیرن اما پیش رو میاد. اگر مثلا از من به شما گویم که مغول ها، شما چنگیز خان و اشغال و هجوم و اما پیش روتون میاد مغول ها. بنابراین ما وقتی میگیم تاجیک، فارس،
در جهانیان اگر شما در یک کشور اروپایی در یک جامعه، البته اینم در قوس گیم که این گمان که تمام جهان ما رو میداند این معنای فیزیکی گلوبالی ندارد هیچ وقت. مثلا شما یک کشور امریکای جنوبی روید شاید نومی همی ما رو نشنیده باشد. معنای این که جهان میشناسد یعنی دایره های آگاه جهان، دایره های سیاسی، علمی، فرهنگی، با معرفت جهان میشناسد. خب و جهان میشناسد یعنی همین. خلاصه ما میگیم که ملت تاجیک رو جهانیان با دو صفتش میشناسد. یکی این که ملتی صاحبی تمدنی بزرگ، دوم این که ملتی که دولتداری های بزرگ داشته است. همین دو چیز در تمام همین کتابا و دانشنامه های تاریخی، در تمام دایره های علمی و فرنگی تاریخی تاجیکان رو با این دو صفت میشناسن. در عموم اکن تاجیکانی تاجیکستان امروز در نظر ندارم، همین تمدنی آریایی و مردم ایرانی تبار و از جمله تاجیکان رو. یکم گفتیم تمدن این مجموعه ارزش های ماندگار و بلند است که ما برای جهانیان دادیم. اگر همین خیلی گیریم از تعدادی اهالی قیاس کنیم، تاجیکان یک از ملت ها هستند که بیشترین تعدادی فرزانگان و بزرگان و متفکران رو به جهان دادن. اگر فرضاً همین چین به جهان 50 متفکری بزرگ داده باشد، ما هم 50 متفکری بزرگ داده باشیم، اما 10 میلیونیم و 2 میلیارد است مثلا. پس از تعدادش اگر گیریم یعنی باور نکردنی است که همین ملت با همین تعدادی که دارد این قدر فرزانگان رو به جهان داده است. بنابراین پیام ما، اندیشه های ما، تعلیمات بزرگان ما در تاریخ بشری نقش بسیار مهم دارند و از جمله اگر گیم که مثلا تاجیکان، فارس ها تمدن بشری رو یا تمدن انسانیت رو چهره بشری دادن، چهره انسان دوستانه دادن، این مبالغه نیست. زیرا اگر مثلا بزرگترین حرف تمدن اروپا مثلا اگر توماس هابس گفته باشه که انسان گرگ انسان است، این نظریه هابس اگر همه تو از سیاست شناسا میدونید گفت که انسان گرگ انسان است، ولی آمده ما گفتیم که بنی آدم اعضای یک دیگر یا بنی آدم اعضای یک پیکره. یا که در برابر این مولانای ما آمد گفت که ما برای وصل کردن آمدیم و این ایده تا آخرم بود. استاد ترسونزاده هم گفت که دوستی را جستجو داریم ما، یعنی ما یک تمدنی پیوندگر، انسانگرا، انسان محور یا به زبان علمی امروزه گیم گومانیستی به جهان ارائه کردیم و نمین بشری شدن تمدن جهان یکی از سهم‌های بزرگ تاجیکان در همین تمدن عمومی جهانی است. و همین وقتی که ما میگیم که در نزدی بینای سازمان ملل متحد مجسمه 4 تاجیک گذاشتن و ایره من اخیراً شرح هم دادم که 4 تاجیک اگر شما در وینا نزد بینای سازمان ملل متحد بینید در حولیش یک مجسمه زیبایی هست که 4 بزرگی تمدن بشر، ابو علی سینا، ابو علی ابن سینا نگه دیگه، اینه کدومی علاوه کرد نام تاجیکیش ابو علی سینا، ابن سیناش لازم نیست عربیش هست. خب ابو علی سینا، ابو ریحان بیرونی، زکریای رازی و عمر خیام، همین 4 مجسمه را در درآمدگاه بینای سازمان ملل نهاده است. گفته است که 4 بزرگ تمدن بشری، تصور کنید که هر 4ش تاجیک، ولی ما با باوری میگیم تاجیک چون که هر 4ش در قلمرو دولت سامانیان تولد شده است. سینا در بلخ و بخارا، بیرونی در خوارزم، زکریای رازی در ری
که یکی از شهرهای مهمی سامانیان بود، عمر خیام در نشاپور. پس همین 4 تاجیک اونجا نشستن به این معنی که جهانیان این ملت رو با همین تمدنش اعتراف میکنند. این جنبه تمدن. نکنیم سری مسئله دویم که دولت داری، یعنی گفتیم که ملت ما رو با تمدن و دولتش اعتراف میکنه. اگر دولت داری رو هم بگیریم، تاجیکان یکی از مردمانی هستند که همیشه دولت داشتن. شما کتابی بسیار ارزشمند پیشوای ملت تاجیکان در آینه تاریخ ببینید. اگر کسی که براش خواندن کتابی تاجیکان استاد غفورов مشکل باشد، چون که کتابی بسیار وزنینی اکادمیکی است، او جواب برای او کتاب برای خواندن عام نیست، او جواب برای دایره های دعواگری ضد تاجیکی بود که با هزاران سند نشان داده. اگر شما کتاب تاجیکان ببینید، یک نصفش فقط نام سند و منبع ها است، چون که او یک جواب رد نشونده باید داده میشد و اون دایره های علمی اکادمیکی که میخواستن تاجیک این کار کنند. ولی کتاب تاجیکان در آینه تاریخ بیشتر برای خواندن انسانی می شهروند عادی مناسب تر است. بنابراین میگفتم اگر کتاب تاجیکان در آینه تاریخ ببینید، در آغازش گفته شده است که تاجیکان برای بشریت درس دولتداری یاد دادن. تمام دولت‌هایی که در این منطقه بودن یک نسخه برداری از دولت‌های تاجیکان. حتی یک چیزی که کمتر گفته میشه، حتی همین وقتی که خلافت اسلامی ساخته میشه بعد از پیغمبر، وقتی دولت خلافت میسازن، ایده بود، حرکت بود، ولی تجربه دولت نبود. همون دولت ساسانیان رو که سرنگون کردن، باز گفتن که مدلی امور رو گیریم خلافت از روی امور کنیم. یعنی حتی خلافت هم طرزی تقسیم وزارت و اداره ها و ولایت ها رو گرفتن از خلافت. اینقدر کپیه کردن که حتی جای منفیش هم کپیه کردن. شما ببینید بعد خلیفه چهارم خلافت میراثی شد، مثل شاهنشاهی ساسانی. از همین بعد خلیفه معاویه دیگه پسرش آمد. یعنی حتی میراثی شدن قدرت از ساسانیان گرفتن تا همین خط کپی کردن. بنابراین وگرنه در 4 خلیفه اول انتخابی بود، یا که از روی شایستگی. از خلیفه 5 به بعد میراثی شد تمام خلافت، هم ترکا میراثی کردن هم عربا. بنابراین تاجیکان گذشتگان ما امپرهای بزرگ جهانی مثل هیتالیان و مثل هخامنشی‌ها و کوشانیان و ساسانیان و سامانیان رو به جهان آفریدن. و وقتی ما میگیم این ملت، زمانی که ملت‌های این منطقه هنوز وجود نداشتن یا کوچی بودن، تاجیک‌ها صاحب دولت‌های بزرگ، صاحب امپریا بودن. خیلی که نمیروز ما میگیم که تاریخ را، روند تاریخ را، وضع سیاسی جهان را امریکا، روسیه، چین معین میکنن، همون وقت دولت‌های ما همی رول داشتن. ساسانیان معین میکرد نبض جهان را، سامانیان معین میکرد، هخامنشی‌ها معین میکرد. این پس برای همین میگم که ما رو بشر با همین بزرگی میشناسد و اکنون از همون بلندی تمدن و از همون بزرگی دولت میم به وضعیت امروزه نه که فوجیه این ملت در چیست؟ ملت با چنین تمدن، ملت با چنین سابقه دولت‌های بزرگ امروز در یک کوهستان خرد و تنگ خود آورده جا شده است. این از فوجیه ملت. و از این رو اگر ما حدودی جمهوری تاجیکستان امروزه رو با حدودی و دولت‌های بزرگ قیاس کنیم، ما حتی حیران میشیم. مثلا اگر همین ورق دولت ساسانیان باشد، جمهوری امروزه تاجیکستان کمتر از 1% خاک ساسانیان است. اینقدر. من همین ورق اگر 12 سانتی متر باشد، 10%ش 1 سانتی متر میشد، 1%ش همین 2 میلی متر میشه. نه. پس این دولت ساسانیان، این جمهوری تاجیکستان از نظر حدود. و اگر دولت سامانیان رو گیریم، در نسبت دولت سامانیان ما 3% حدود دولت سامانیان، یا کلانتر شد، 5 شد.
خب این حدود جمهوری تاجیکستان در قیاس با دولت سامانیان که دولت واقعا به همه معنا تاجیکی است 3% خاک سامانیان است. اگر همین کتابای تاریخ نگاه کنید نوشتن که در دوره اوج سامانیان دوره نصر ثانی حدود دولت سامانیان حدوداً 3 میلیون کیلومتر مربع بوده است. حدود دولت سامانیان یعنی که تا یمن تا هند تا حجاز این حدود دولت سامانیان بود. بنابراین وقتی که او 3 میلیون کیلومتر مربع است یعنی 143 کیلومتر مربع ما 3.5% همو میشه. پس این آخرین یادگار از همو دولت‌های بزرگ است. این آخرین پاره آخرین جزیره است که از همو تاریخ و تمدن بزرگ از همو حدود و جغرافیای عظیم در دست ما مانده است. انا برای این ما میگیم که هیچ قدر مهم مسئله به این موضوع برمیگردیم. خلاصه ما گفتیم که تاجیکستان آخرین جزیره آخرین پاره که از او دولت‌های بزرگ از او سرزمین بزرگ ما مانده است و این ملت امروز در 1% خاک تاریخی خود همین دولت را صاحب است. من همین اخیراً برای که کتابی سرحد نویسم درباره سرحدهای جمهوری تاجیکستان با قرقیزستان خوشبختانه گویم اول فکر میکردم عذابی بزرگ است ولی فکر میکنم خوشبختانه در همین ارخیو و در کتابخانه ملی و چند ماه دنبال همین حجت ها بودم و یک چیز عجیبه که همین جمهوری تاجیکستان من اعتراف میکنم که من فکر میکردم که با همین یک فرمان جمهوری تاجیکستان خیلی سال 24 تأسیس شده است. حالا شاید شما هم اکثر همین خیلی حس کنید که جمهوری تاجیکستان سال 24 با یک فرمان تأسیس شده است. ولی ارخیو اگر بینید بایگانی ها رو این استاد تاریخ هستند برای تأسیس جمهوری تاجیکستان این به حساب من 10 فرمان داریم. این من خودم دیدم 10 فرمان یا 10 قرار درباره تأسیس جمهوری تاجیکستان. این نشون میدهد که یعنی که از اول حتی برای همین جمهوری از نظر حدود بسیار خرد هم راضی نبودند. اینا فرمان یکم که با امضای خود لنین است نوشته است که آسیای مرکزی به 3 کشور بین ازبک ها، ترکمن ها و قرقیز ها تقسیم شود. و قرقیز ها قزاق ها را میگفتند. حالا ببینید که هم یک لحظه عجیب است در قوس گوییم که این برادرها که ما گوی بحث میکنیم اینا اول نمیدونستند که قرقیزن یا قزاق، چون وقتی جمهوری قزاقستان تأسیس شد نامش جمهوری قرقیزستان بود، همین قزاقستان امروزه. بعد گفتن این قرقیزهای حاضره نامشون قرقیزها بود. بعد گفتن که بیا ما قزاق میشیم شما قرقیز شوید. باز 2 بار عوض کردن بالاخره قرار شد که نام جمهوری قرقیزستان میشد قزاقستان. انا حالی شد و این نام این شد جمهوری قرقیزستان. 2 بار نامشون عوض کردن یعنی این نشانه نبودن امو هویت و اصالت است. این یعنی نام ملت نمیشه که با یک شرطنامه عوض کنی گیوین امی روز من قزاق تو قرقیز با فردا گویی که بیا شما قزاق و ما قرقیز. این شرطنامه که نامش ساخته است. این وگرنه نام این جزء اصالت است، نام جزء هویت است، نمیشه که نامش گیری عوض کنی. خب این در قوس بود ولی گفتنی بودن که برای تأسیس جمهوری تاجیکستان راضی نبودند. در فرمان اول نه نام تاجیکان است نه نام تاجیکستان. بعدا وقتی که این لایحه تا حد عملی رسیدن گرفت رهبران تاجیکستان از جمله همین قهرمان تاجیکستان نصرت الله مخصوم که او وقت رئیس شورای انقلابی بخارای شرقی بودن بعد سقوط امیر این کس اعتراضای شدید کرده و در نتیجه قرار شد که ولایتی تاجیکستان در ترکیب ازبکستان تأسیس شود. این فرمان است. در کمیسی اول گفته است که ولایت تاجیکستان در ترکیب ازبکستان و این ولایت تاجیکستان میده چقدر بود؟ 3 ناحیه را دادن: مسچو، غرم، حصار. تمام.
یعنی مسچو غرمی سورا دادن ولایت تاجیکستان، گفتن که تاجیکان صاحبی عمق دولت میشه. بعدا در قرار سوم کولاب و قرغان تپه را دادن، نبودین. در قرار چهارم پنجکن و اورود تپه دادن، استراوشن امروز. بنابراین اگر شما همین قراری شورای عالی اتحاد شوروی درباره تأسیس جمهوری اتونومی تاجیکستان ببینید، در اونجا دو بند هست. در بند اولش نوشته است جمهوری مختار تاجیکستان تأسیس شود، در بند دومش نوشته است که ولایت پنجکند و اورودتپه با آن همراه شود، یعنی که نبوده است. اگر می بود یک ولایت در فرمان تأسیس علاوه نوشتن لازم نیست که در اون خود فرمان نوشته است که ولایت پنجکند و اورودتپه با آن همراه شود. یعنی این قرار چندم بود؟ چهارم. در قرار پنجم بدخشان ولایت پامیر نام داشت. ولایت پامیر 2 ینوری سال 25 تأسیس شد در ترکیب. در قرار ششم خوجند کانی بودم اسفره را دادن سال 29. در قرار هفتم ولایت سریاسیا، یعنی ولایت سریاسیا را دادن. با بعد 13 روز قرار شد که گشته به ازبکستان دادن. 13 روز ولایت سریاسیا حدود تاجیکستان بود. همین خیلی در قرار نهم بعد راضی شد حکومت شوروی که جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان تأسیس شود. بعد تلاش و اعتراضهای نصرت الله مقسوم، شیرین شاه تیمور، استاد عینی، عبدالقادر محیدینوف، لاهوتی و غیره و غیره. و فقط قرار دهم بعد سال 91 اعلامیه تأسیس دولت مستقل تاجیکان جمهوری تاجیکستان. پس همین روند چی را نشان می‌دهد؟ همین روند نشان می‌دهد که همین جمهوری گرچه ما را گوید ناشکری میکنیم، میگیم که همه چیز در بیرون ماند، ولی همین کوهسار خردکک را هم پاره ناحیه به ناحیه ولایت به ولایت کنده گرفتن این بزرگانی ما. بنابراین امی وقتی میگیم نصرت الله مقسوم قهرمانی تاجیکستان، شیرین شاه تیمور قهرمانی تاجیکستان، این یگان گپی تبلیغاتی نیست. اینو واقعا برای هر ناحیه، ده، شهر مبارزه بردن. 8 مکتوب نصرت الله مقسوم است، 3 مکتوب شیرین شاه تیمور است در ارخیو، همیش نسخه اوریجینال و اصلش است. و اینو چیو نوشتن به استالین، چه اعتراضو کردن و در نتیجه کشته شدن. و همین 2 نفر اول نصرت الله مقسوم و شیرین شاه تیمور پرزیدنت و رهبر تاجیکستان فقط به خاطری که اعتراض کردن، گفتن که شهرهای ما کجا شد، دولت‌های ما کجا شد، حتی یک شهر به تاجیکستان ندادن. اینمی دوشنبه یک دهه دوردست امارت گفتن میری اونجا پایتخت میکنی. ملتی که 10 پایتخت بزرگ داشت گفتن که در همین قشلاق دوردست میری پایتخت میکنی. یگان شهر، فقط شهر خوجند سال 29 دادن. این یگانه شهری کلان تاریخی است که به ما دادن. این شهرهای نوی نورک و وحدت و دوشنبه اینا رو ساختیم. بنابراین قهرمانان ما را پاره ولایت به ولایت، ناحیه به ناحیه کنده گرفتن، جمع کردن، ساختن. از این رو من میگم که این وطن دیگر جای باختن ندارد، جای فروختن ندارد، جای دادن ندارد. این وطن باید حفظ شود. از همین رو ما گفتیم که چی است؟ این آخرین پناهگاه تاجیکان است. وقتی ما میگیم که جمهوری تاجیکستان آخرین پناهگاه تاجیکان است، آخرین جایی است که تاجیکان میتونن همچون ملت آرمان‌های خود را عملی کنن، این چی معنی دارد؟ ما برای همین کافی است که خیلی استمو به 2 طرف نگاه کنیم، مثلا به شمال به جنوب. در شمال بیرون از تاجیکستان به حساب دقیق در همین 100 سال اخیر حدود 20 میلیون نفر تاجیک از بین رفته است. از بین رفته است، نه تنها کشته شده است، بلکه همچون تاجیک تحول فرهنگی ارزشی یافته است، تغییر یافته است. یعنی نابودی
معنوی فرهنگی افته است. همین شما باز همین دیروز کسی را چاپ کرده بود، یک نواری سفری سردبیر روزنامه تاجیکستان شریف همدانپور به بخارا رو چند بار نشان میدهند. همونجا این مثالی که تکرار میکنیم چون یک چیزی بسیار نمونه مشخص است. شریف همدانپور میرد به ولایت بخارا، ناحیه غژدوان، دهه سوکتره. این کجاست؟ این جای تولد استاد عینی. استاد عینی در یادداشت‌ها، در مکتب کهنه، در کتاب ترجمه حال خودم همین دهه را نوشته است. این دهه مکتبی بچگانه داشت و مکتبی دخترانه داشت. حتی دختراش میخوندن. خود استاد عینی در مکتب بی بی خلیفه خونده بودن، در مکتب دخترانه رفته بودن. خب محفل بیدیل خانی داشت، محفل حافظ خانی داشت. چقدر علما با فرهنگ، حتی زنها بیدیل میخوندن، حافظ میخوندن. یک محیط تاجیکی، یک دهه 100% تاجیکی بود در تصویرهای استاد عینی. ولی همین شریف همدانپور یک میکروفونچه در دستش میرود، در اون دهه وارد میشد، از هر کس میپرسد، میگه که همین خانه استاد عینی در کجاست؟ جوانان، دانشجو، معلم، کارگرا میگن که خیلی ما تاجیکی نمیدانیم که گوییم. یکی به تاجیکی میتونه که همین خانه استاد عینی کجاست؟ کسی نمیداند که گوید به زبان تاجیکی. و آخر کسی بور نشان داد و در آخر از همون معلم پرسید، گفت که همین تاجیکانی دهه سوکتره کجا رفتند؟ این سوال. و مردکم بسیار آدمی عادی گفت که هیچ جا نرفته، همین مایم همون تاجیکای دهه سوکتره، فقط ما ازبک شدیم. چه خیلی ازبک شده؟ گفت که خیلی آخه همین باغچه به زبان، مکتب، تلویزیون، رادیو، دانشگاه، جای کار خیلی زبانمون تغییر یافت، یک نسل دو نسل گذشت، ما ازبک شدیم. اونا رو نکشتن، نابود نکردن، ولی چون شرایط دولت ملی نیست اینا هضم شدن. میگه اینا بچه عمه استاد عینی، این بچه خواهر استاد عینی، این جیانی استاد عینی، ما ازبک شدیم. آرام میگه ما ازبک شدیم. چرا خشد است؟ چون که محیط ملی نیست شد. انا دولت ملی حتی اگر نکشند، همین خودی نبودن دولت ملی باعث هضم شده رفتن خود ملت میشه. این یک. دوم اگر جنوب نگاه کنیم، امروز در افغانستان همسایه تاجیکان در زیر یک ستم قومی، گروه قومگرای آمدن ساکن شده است. میگه که دیگر به زبان خود گپ نزن، به زبان خود نخوان، ننویس. حتی عریضه‌ش به تاجیکی قبول نمیکند که به زبانی من نویس، و حتی اجازت ندارد که کلمه دانشگاه رو نسبت دانشگاه استفاده کنه، میگه پوهانتون بگویه. و بینید که همین در دانشگاه بلخ این طالبا میان بالای دانشگاه می نویسن دانشگاه پوهانتون، با شب یگان تاجیک میره او را میکنه با کرسکه می نویسه دانشگاه، و سر او را میابن قتل میکنن برای کلمه دانشگاه. با کدام دیگه یافت میشه که با این شب میکنه باز می نویسه دانشگاه. پس برای زبان ملی به جانش بازی میکند. همین حالت تاجیکان در جنوب. اگر همین ستم قومی 30 سال، 40 سال، 50 سال، 100 سال ادامه کند، همین پنشیر میشه ساکتره. چون 2 نسل، 3 نسل، 4 نسل گذشت تمام. از این رو دولت ملی این یگانه شرایط حفظ ملت در زمان حاضر است. چون زمان حاضر آموزش اینفورماسیونی یا اطلاعاتی بسیار فعال است. دیگه ملت در یک کوزه بجا شده ششته نمیتوند، او آموزش مییابد. اگر همون بالانس بر هم خورد، ولی در باره میگیم ملت خودش هضم شده میرد. برای همین ما میگیم که تاجیکستان آخرین یادگار،
آخرین جزیره، آخرین فضا برای حفظ ما است. این یک گپی بسیار مهم است و گفتیم که یک مسئله حیاتی است. بنابراین من خواهش میکنم وقتی که سرود ملی صدا میدهد، اما جایی میگیم که میگیم که تو از امیدی رفتگان ما چه؟ نشانه ای. برای در همون لحظه شما خیلی هر بار که میگیم تو از امیدی رفتگان ما نشانه ای، باید میره در پیش رو بیاره که همین آخرین یادگاری ما، آخرین امکانیت ما برای وجود داشتن باقی ماندن همچون ملت است. برای میگیم تو از امیدی رفتگان ما نشانه ای تاجیکستان. همین اگر هر بار که شما سرود ملی را میخونید از وجود شما گذرد، انشاءالله شما همین گپ، همین مفهوم، همین ارزش در همین باطن خود و در رگ خود حفظ میکنید. این بسیار مهم است که همون پیوند احساسی و زنده با مفهوم با وجود بیاید. اگر نه تو از امید رفتگان نشانه راست استفاده میخواید در درونش غرق نشویم، او وقت وطنداری نمیشه. خب اگر درباره جمهوری تاجیکستان بدید، میگم سر سیاست شناسی. جمهوری تاجیکستان همچو دولت ملی مستقل تاجیکان از همه او دولت هایی که تا امروز داشتیم دو فرق اساسی دارد. همین رو باید در ذهنتان دقیقاً گیرید و همین جواب همه سوال های تاریخی ما است. ما همیشه دولت داشتیم. من البته از نظر علمی میگم، علمی که من تزی 3000 سال ما دولت نداشتیم، اما رو اوقات طرفدار نیستم، چون نظر من این است که در همه دولت ها که در این منطقه بود، در زمین ما بود، در جغرافیای ما بود، خلق ما شرکت داشت، پدر و باباهای ما بودن. همین رودی ورزاب دوره غزنوی هم بود، دوره تیموری هم بود، دوره منقیتی هم بود، دوره شوروی هم بود. همین آبی ما، همین خاک ما، همین جغرافیای ما. اگر ملت یگان راهبرش ترک بوده است، ما در حکومتی شما گفته سپاریدن، این خودش یک بحث است. ولی اگر همین جمهوری تاجیکستان رو به طور مشخص گوییم، جمهوری تاجیکستان از همه دولت‌هایی که تا امروز داشتیم دو فرق اساسی دارد. یک این است که اولین بار در همین طول تاریخ زمام اداره کنی سیاسی دولت به دست خود تاجیکان آمد. این فرق اساسی است. یعنی که ما ملت تاجیک دیگر فقط مشاوری دربار کسی نیستیم. اینجا دیگه فرق اصولی است که مسئول دولت، نگهدارنده دولت، معین کننده سرنوشت دولت خود تاجیکانند. این فرقی رقم یک. و چی معنی دارد؟ چون که تاجیکان اولین بار امکان، اجازت، فرصت یافتند که خودشان سیاست داخلی و خارجیشان رو معین کنند. و این گپی بسیار مهم است. شما ببینید در شرطنامه امیر بخارا با حکومتش پادشاهی روسیه، شرطنامه‌ای که کاوفمن امضا کرده است، در اونجا نوشته است که در درون خود چیکاری میکنی مرحمت، لیکن سیاست خارجی، مدافعوی و امنیتیت رو با روسیه موافقه میکنی. این امارت بخارا. حتی همین اخیرا یک چیز عجیب رو دیدم. همین آدم هر کتاب هر باری خونه یک چیزی نو میگیره. مثلا در این کتابی تاریخ حزن الملل یا که یادداشت‌های امیر بخارا، امیر عالم خان، امیر بسیار میخوندیم. اخیرا یک چیز عجیب دیدم. گفته است که وقتی که دولت عظمای روسیه، عظما یعنی عظیم جنس زنانه در عربی، میگه دولت عظمای روسیه مرا ولی عهد پدرم تعیین کرد، من از سنت پترزبورگ اومدم به بخارا. یعنی میگه که مرا دولت روسیه تعیین کرد به امیری بخارا در این کتاب. خب پس ای بخارا در کنستیتوسیون SSR وابسته به اینکه سال 24 سال 36 سال 77 سه کنستیتوسیون SSR داره، وابسته به همون متناش در
ماده 14 یا 18 در هر متن یک بند است. صلاحیت های حکومت مرکزی SSR، صلاحیت های جمهوری ها. در صلاحیت های بدینید، در صلاحیت های حکومت SSR نوشته است که سیاست خارجی، سیاست دفاعی، سیاست امنیتی را او مسکو تعیین میکند. جمهوری حق ندارد که سیاست خارجی کند، سیاست داخلی تعیین کند. جمهوری تطبیق کننده همون سیاست است که از مرکز می آمد. پس این که امروز در کانستیتوسیون جمهوری تاجیکستان در ماده 69 نوشته است که پرزیدنت سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی را معین میکند. اگر اجازه بود یک قوس بنویسیم از هیچ کس نپرسیده معین میکند. اما خلاص این معنیش که یعنی این دولت مستقل است. این معنای استقلال همین وقتی که در اونجا نوشته است که سمت‌های اساسی سیاست داخلی خارجی رو معین میکند، همین ترجمهش میشه که این دولت مستقل است. این دیگر نه از امیر میپرسد، نه از مسکو میپرسد، نه از روسیه میپرسد. خودش همچو صاحب همین دولت، همچو صاحب سرنوشت همین ملت معین میکند و این بسیار گپی مهم است. از این رو وقتی که هر سال پیامی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان صادر میشه، شو بینید نام پیام چی است؟ پیامی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی. این پیام میدهد، خودش معین میکند و اعلان میکند. همین خودی به منبر برآمدن، پیام دادن به داخل، به جهانیان اعلان کردن سیاست داخلی خارجی، همین لحظه تنتنه استقلال است. بنابراین پیام پرزیدنت فقط همون نیست که در اونجا چی گفت، همین که خودی دایر شدن، صادر شدن همین پیام خودش اکت استقلالیت همین دولت است. هر بار یعنی تاکید میکنه که ما مستقلیم، این از سیاست داخلیم، این از سیاست خارجی، این مناسبت به دنیا، به عالم، به داخل. همین نامش استقلال. بنابراین وقتی که شما پیام میبینید که مردم لباس های نو میخرن، این خانم‌ها میرن در سالن خودشون شروع میکنن ما پیام میریم. همین یک مگزین اینجا بود، همین جایی که از رستوران بورک هست، همینجا یک مگزین کاستوم بروک بود. یک روز کاستوم میخرم، میگه که استاد شما پیام میره کاستوم خریدید؟ گفتم که نه. گفت که همین این هفته پیام بود، تمامی کاستوم‌ها خریدن. یعنی مثل عید میروم با پیام، با بهترین لباس، با بهترین آرایش. چرا اونجا خبرند؟ چون که این یک عید استقلال است. یعنی نیست که پیام یک مجلس باشه. رفتن به پیام یک بار دیگر جشن گرفتن همین استقلال همین دولت است. بنابراین اگر بهترین آرایش و لباس و جشن کردن می ارزد. خب نکن انا احساساتی نشده گپ زدن. بینید بسیار ببینید بسیار مهم است که همین دیوار پسیخولوژی بین ارزش ها و احساس آدم شکند، وگرنه او فقط در همین حالت از نظر داخلی گفتیم. از نظر خارجی اگر نگاه کنیم، همین که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همچون راهبری دولتی مستقل ملی رفته در سازمان ملل متحد، در صف ملت‌های جهان اظهار نظر میکنه، سخنرانی میکنه، رأی خود را دولت ما بیان میکنه. این هم یک تنتنه استقلال است. این هم چیزی است که ما هرگز نداشتیم. این گویا که من هم گویا میگم که وقتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همچون راهبر دولت مستقل تاجیکو میره در سازمان ملل متحد، در همین منبر میبرد، اگر خیلی بدی کرده گیم گویا که خودی همین ارمان 1000 ساله ما در همون منبر رفته است. گویا که خودی استاد رودکی و خودی فردوسی و خودی استاد عینی آمده از در همین منبر. هم خیلی احساس میکنید چون که اینها همین ارمان داشتند. شما بینید یک شعر قصیده بزرگ رودکی است در وصف بخارا که گفت امروز
به هر وصف یا به هر حال بغداد بخاراست، کجا میر خراسان است پیروزی اونجاست. و آرمانش این بود که بخارا را که تو وقت تابع بغداد بود، گفت که امروز بغداد من دیگر همی بخارا است، دولت من، محور من، قطب ما، تکیهگاه ما همین بخارا است. گفت بخارا برای ما عزیبت بغداد است. یعنی به این نوع استاد رودکی یک نوع اعلامیه استقلالیت شده داده بود. گفت که بغداد همین بخارا است، دنبال بغداد نشوه. خیلی که ما گفتیم از دوره شوروی خیلی استقلال شده. بنابراین یکی از ایده های دولت سامانیان رها شدن از وابستگی خلافت و احیای دولت مستقل تاجیکان بود. این نبردی که با خلافت در چند ده ساله بود خب استادای تاریخ میدونن. بنابراین همون امروز به هر حال بغداد همی دوشنبه است هم خیلی شد. خب بنابراین آرمان عینی میگیم چند بار گفتیم که همی استاد عینی، درباره استاد عینی بازم در قواسی اگر بگیم اگر اجازت باشه، همین استاد عینی در اصل سیاستمدار بودن، شاعر نویسنده نبود. استاد عینی از ناگزیری وضعیت تاریخی نویسنده شد. چرا؟ چون استاد عینی یکی از سیاستمدارای مهمی تاجیک بودن. یک کتاب 2 جلده هست نامش پوبلیتسیستیکای عینی. پوبلیتسیستیکا یعنی مقاله های سیاسی. شما ولی فقط همین عینی را همین مکتب کهنه و غلامان و مرگ صدخور و جلادان بخارا یا نبینه. این شاید از نظر ارزش نیمی آثار عینی نیست. از نظر ارزش مثلا کتاب تاریخ انقلاب بخارا، کتاب یادداشت‌ها، کتاب 2 جلده مقاله های سیاسی عینی، اگر شما عینی واقعی را خواهید شناسید، اما پوبلیسیستیک عینی 2 جلده است که همه این مقاله های سیاسی جمع شده است. و در اونجا شما میبینید که عینی درباره دولت چه آرمان داشت. مقاله است در اونجا ما و اردوی ما، وقتی که امارت بخارا سقوط کرد انقلاب شد، خیال استاد عینی گمانشون و نقششون این بود که صاحب دولت مستقل میشیم و زود نوشتن کانسپت سیاست داخلیش و خارجیش نوشته است. و استاد عینی در اون مقاله میگه که دولتمون چه باشه، ارمیمون چه میشه، سیاست خارجیمون چی میشه، با روسیه چی مناسبت میکنیم، با بریتانیا، با جهان اسلام، همش مینویسن. یعنی که آرمانش می بود که دولت مستقل میشد. بعدا اومدن گفتن که بابای عینی این دولت مستقل نمیشه، شما یک ولایت میشه در این کشور، با این کشور تابع وای شما استقلال دولت ملی خیلی گپا نمیشد. بعد اون کس همه همسال و هم فکراش کشتن. استاد در ادبیات پنهان شد. از این رو ادبیات عینی، نویسندگی عینی این شخصیتی دویومش است. این نظری من مثلا عینی پیش از همه سیاستمداری بزرگ بوده و بسیار آثار سیاسی جدی دارد و اون باید در برابر می آثار ادبیش و آثار علمی سیاسیش هم جدی گرفته شود. امی ما بیشتر هم زیر نام ادبیات شاعر و نویسنده استاد عینی رو دیگر بسیار جنبه شخصیت مانده. بنابراین میگیم وقتی که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سیاست داخلی خارجی رو معین میکنه، وقتی میره در سازمان ملل متحد از نامی ملت مستقلانه گپ میزنه، من میگم انمی لحظه تنتنه آرمان عینی است. هم خلاص این معنای این گپا همین است. خب اکنون ما این گفتیم که خصوصیت یکمی تاجیکستان چی بود؟ این بود که این دولت مستقلی است که خود تاجیکان رو اداره میکنن. حتی خصوصیت دوم و خیلی مهمی جمهوری تاجیکستان و فرقش از تمام دولت‌هایی که تا امروز داشتیم این است که اون تعیینات ملی دارد. تعیینات ملی یعنی چی؟ یعنی که اولین بار ارزش‌های این ملت، هستی این ملت، حفظ این ملت، رشد این ملت، حقوق این ملت موضوع سیاست دولت شده است. یعنی وظیفه دولت،
وظیفه نمی دولت جمهوری تاجیکستان و برنامه اساسیش این است که ملت تاجیک همچون واحد اتنا فرهنگی حفظ شود و رشد داده شود و به سعادت رسانده شود. و وقتی میگیم حفظ ملی، این به این معنی است که یعنی دولت جمهوری تاجیکستان وظیفه دار است. این همه از روز تأسیسش همین خیلی تعیین شده بود. در همه برنامه همین است که زبان این ملت، فرهنگ این ملت، تاریخ، عرف و عادت و تمامی ارزش های این ملت رو باید حفظ کند. اگر این رول رو اجرا نکند، اون از دولت های دیگر فرقی ندارد. نون و آب در دوره تا استقلال هم بودن، ولی دولت ملی بودن جمهوری تاجیکستان در همه افاده میشه که خود ارزش های ملی جزی رسالت همین دولت حساب میشه، حفظش. ببینید ما مثلا کمیته زبان داریم. کمیته زبان یک اینسترومنت ملی است. این یک علامت دولت ملی است. مثلا دولت وزارت ساخته است. همین حاضر کسی سیاست شناس باشه، ما از همین تجربه اداری گیم که همین بسیار کمیته های ما در اصل اینا وزارتن. ولی ما یک صحبت با بانک جهانی داریم، اونا میگن که شما دولت بسیار خرد هسته، شما در همین 14-15 وزارت بس است، نباشه اگر وزارت زیاد کنید ما پول نمیتیم. برای ما نیمی وزارت ها چی میگیم؟ کمیته میگیم. مثلا کمیته دولت امنیت ملی، ای وزارت هم بزرگ است، میگیم کمیته. کمیته زنان هم میگیم کمیته، کمیته زبان هم کمیته. نباشه اینا در اصل وزارت هم، اینا مزای حکومت هم مثلا. بنابراین وزارت زبان داریم که او وظیفه‌اش است که زبان ملی رو حفظ کند، نگذارد که کسی ایره خراب کند، نگذارد که او از بین رود. پس بینه این ملت این دولت رسالتش حفظی ارزش است. در مسئله عرف و عادت ها ما میخواد چرا ما اینقدر نوروز رو جشن میگیریم، احیا میکنیم؟ چون که او یک بخش از هویتی ماست. چرا ما تلاش میکنیم که در سطح جهانی رویم، شش مقام رو، فلک رو، چکن رو، اینا خانه بدخشی رو، ارزش‌های اساسی ملی ما رویم ثبت کنیم. مویت جهانی ته، مویت رسمی ته. این رسالت همین دولت است، چون که این دولت ملی تاجیکان است. از همین رو ما برنامه مهم احیای ملی داریم و باید همون ملت رو، نسل امروز رو با همون تمدن بزرگ پیوست کنیم و آینده رو تامین کنیم. بنابراین ما گفتیم خصوصیت دوم جمهوری تاجیکستان این ماهیت و تعیینات ملی آن است. حتی این همین آشکارا گیم که همین خصوصیت حتی دولت سامانیان نداشت. دولت سامانیان به هر حال از نظر روحیه ارزش‌های ملی رو بسیار احیا کرد، ولی به هر حال یک دولتی در نهایت ایدئولوژی بود سیاستش. ولی دولت جمهوری تاجیکستان محض دولت ملی و رسالت اون حفظ همه ارزش‌های ملی است. از این رو اگر در اون گوشه دفتر تا رسید DMMT، یعنی که دولت ملی مستقل تاجیکان، DMMT، دولت ملی مستقل تاجیکان، هم دو علامت داره. یکی این که اداره کنی سیاسیش در دست خود تاجیکان است، دوم این که تعیینات ملیش حفظی ارزش‌ها و حفظ هویت تاجیکی است. اگر همین دو کار نباشد، این دیگه دولت ملی مستقل تاجیکان است. از این رو تاجیکستان از همین دولت‌های موجوده ما با همین فرق می‌کند. بار دیگر به همین ارزش دولت اگر برگردیم، یک آمار است که بارها گفتیم، شاید شما شنیدید، خواندید، ولی تکراری او بسیار مهم است که امروز ما وقتی میگیم دولت جمهوری تاجیکستان برای ما یک نعمت است، این یک رقم عادی نگاه کنید که امروز در جهان فقط حدود 2% ملت ها صاحب دولتند. تمام 98% قوم و ملت های جهان دولت ندارد. مثلا نمی شاید از بعد همین جلسه
سامانه یونسکو نشست که در جهان امروز 7000 زبان وجود دارد. 7000 زبان. و وقتی که زبان میگیم پشت هر زبان یک قوم است، یک گروه اتنیکی است. ولی در همین جهان امروز همگی 200 دولت است. این همین او روز برای قطعنامه ضد روسیه آواز دادن، در این سازمان ملل 193 دولت آواز میداده است. خب این بودن 200 دولت در جهان، از همین 7000 گیری این حتی 1.5-2% میشه. خب دوم باز گفته است که از این 7000 2.5 خلقای بزرگند، از 100,000 زیادتر مردم داره، میانه و بزرگ. اگر از همین 2.5 هم گیریم این 200 دولت باز میشه حدود 8-10%. بنابراین تاجیکان از بین یعنی خلقای جهان خوشبختی آن رو دارن که صاحب ملت، صاحب دولتن، صاحب دولت با نام خود. از بین تاجیکان همین حدود منطقه هم باز خوشبختی نصیب ما، زیرا نه تاجیکان آسیای مرکزی نه تاجیکان خراسان در جنوب افغانستان صاحب دولت ملی خود شده نتونستند. از این رو در بین همین تاجیکان هم باز به همین چند میلیون تاجیکی ساکن تاجیکستان این سعادت نصیب شد، وگرنه در افغانستان 2 برابر تاجیکستان تاجیک است. ما فارسی زبان‌ها رو نمیگیم، اونا 100 میلیونن. فقط کسایی که خود رو تاجیک مینامد. من در افغانستان چخیل 20 میلیون تاجیک است. ببینید پیشوای ملت در بیانیه‌ای که نسبت وضعیت افغانستان دادن گفتن که 47% اهالی افغانستان تاجیک است. این رقم در یادتون است؟ 47%. همین نماینده امریکا، سابق نماینده‌اش در افغانستان زلمه خلیلزاد که اصلا راهبر واقعی افغانستان بود این 20 سال اخیر، گفت که اهالی افغانستان 40 میلیون نفر است. این اینترویویی که آخر در BBC گفت که 40 میلیون نفر است. چون که بحث است که چند میلیون است، 32 میگن 34 میگن، گفت که 40 میلیون نفر است. پس اگر 40 میلیون نفر باشه 47% یا یگان 18 میلیون میشه. اصلا 18 میلیون نفر تاجیک است در افغانستان. ولی وقتی که ما با استاد ربانی راهبری پیشینه تاجیکان پرزیدنت افغانستان واقعی داشتم، تو کس گفتن که همه به تاجیکان در تاجیکستان همه پیام ما را التماس رسانید که دولت را حفظ کنند. دولت را. اون کس گفتن که من 70 ساله ریشم سفید جوان بودیم، فقط مبارزه 40 سال 50 سال راهبر جهاد بود و این خیلی دولت میسازیم، این خیلی میسازیم، این خیلی میسازیم. همه گفتن که اینا پیر شدم، ریشم سفید، با یگان آرزوام نرسیدم. و بیچاره استاد ربانی ترور شد، کشته شد سال 11. خلاصه اون کس گفتن که برای همین چرا من به یگان آرزویم نرسیدم؟ چون که ما دولت نداشتیم. بنابراین اسلامی میخوایی، دموکراتی میخوایی، دنیوی میخوایی، کمونیستی میخوایی، هر چی میخوایی، فقط در شرایط بودن دولت امکان داره. این خیلی گفتن کس از زمین رو نگفتن که تاجیکا باید 2 چیز رو حفظ کنن، یکی دولت، دوم امنیت. همین چیز برای تاجیکا فرض است. بنابراین اگر دولت را از دست دیگر امکانی وجود داشتن ملت از نظر فرهنگی، از نظر فیزیکی زیر سوال میره. برای که همین دولت حفظ شود یک فرموله‌ای بسیار نازک است. این فرموله هم از روز یاد گیرید، آخرین تزیس. یعنی یک مفهوم است که با نام من میگم توازن ملی. توازن ملی امیر نویسه. توازن ملی را بعدا اگر این نوار در اینترنت یگانجا یافتید یا که ثبت شه به بچه‌ها تیت پند کنید. همین توازن ملی چی است؟ توازن ملی حالت است که همین ارزش‌های اساسی ملی حکومت میکنند، معین کننده هستند.
مثلا همی زبانی ما، همی فرنگی ما، همی عرفی ما، همی هویتی ما، همی تاریخی ما، همی نامهای ما همچون ارزش اولند. همین میگیم حالتی که توازن ملی حفظ شده است. اگر حالت پیش بیاید که ارزش‌های دیگر نسبت به همین ارزش‌ها جایگاهش بالاتر رود، همون وقت توازن ملی میشکند. مثلا حالت شد که اکثر جامعه بهتر دانه که به تاجیکی گپ نزنم، همین آغاز نابودی ملت است. یا حالت شد که از نظر دینی یا نظر فرنگی یا نظر ملی، یا مثلا همین یک تندنس سر شد که یکم نامای تاجیکی عوض میکنیم، ناممون عربی میکنیم فرضاً. برای چی ما گاها به گروه های افرادگرایی میگیم که اینا به موجودیت ملت و دولت خطر دارند؟ این معنیش نیست که همه را میپراند میکشد. معنیش این است که چون در نظام ارزشی اونا تاجیک بودن، زبان تاجیکی، عرف و عادت تاجیکی، فرهنگ ما، ارزش‌های ما، نام‌های ما اهمیت دوم درجه دارد، وقتی که او تفکر حاکم شد این ارزش‌های ما میرد به کنار، به حاشیه، به درجه دوم، دیگه زیر حمایه دولت نمیمونه. از امیر ما میگیم اینا اگر آمدن خود ملت همچون هویت نابود میشد، ارزش‌های ما میره به حاشیه. از امیر میگیم این خطر به هستی ملت است، این خطر به هستی دولت است. بنابراین تو یکی از وظیفه‌های اساسی دولت حاضر حفظ همین بالانس است. در فرهنگ، در سیاست هم یک معیاری داشته باشه و داریم که اگر ارزش‌های غیر ملی بر ارزش‌های ملی اولویت پیدا کنند، این آغاز نابودی ملت است. اگر ارزش‌های فرض کنیم افراطی بر ارزش‌های دنیوی بالا گیرند، این آغاز سقوط نظام و دولت میشه. بنابراین وظیفه اساسی دولت و همه ما نگاه داشتن همین بالانس است. در گفتیم که ما باید پیوندی عنصری و زنده خود را با همین وطن، با سرزمین داشته باشیم. بنابراین من خواستم که انا روحیه، ولی قوی‌تر از ما البته روحیه بزرگی با غیرتانه وطندارانه در همه ما باشد و با همه تزیزگران که جمهوری تاجیکستان همچون آخرین شانس تاریخی ما برای باقی ماندن همچون دولت و برای جاری کردن، عملی کردن آرمان‌های ملی ماست و این رو باید هر یکی ما هم دوست داریم، هم حفظ کنیم، هم حمایت کنیم. تشکر.